برام سواله اگه دقیقا همین الان یه نهنگ اومد یه ارزی قبل اینکه 200% بپره بالا اون پایین خرید، تو از کجا میخوای متوجه بشی اون از چی بوده؟ سوال جالبی بود نه؟ خب تبریک میگم، تو این ویدیو قرار بهت بگم چجوری هم ولت نهنگا و هم ارزایی که نهنگا خریدن رو قبل پامپ پیدا کنی. درود به همه، اینجا چنل چین ویو. خوش اومدید به پارت 2 ویدیوی پیدا کردن ارزهای پرپتانسیل برای رشد تو آلت سیزن. حالا شاید از خودت بپرسی نهنگا چه ربطی به پیدا کردن ارز دارن؟ باید بگم نهنگا اصولا میرن ارزایی که پتانسیل رشد بالایی دارن را قبل اینکه پامپ کنن میخرن. حالا ما همین وسط قراره بریم پشت دست این نهنگا ببینیم مثلا اینا چه ارزی یا تو چه تایمی میخرن که ما هم حداقلش بتونیم تو اون تایم اون ارز زیر نظر داشته باشیم و اگه یه زمانی پامپ کرد بتونیم از پامپش استفاده کنیم. پس بدون صحبت اضافی بریم رو سیستم. خب رفقا، اول از همه طبق معمول میایم تو سایت کوین مارکت کپ. اینجا ما باید دنبال ارزایی بگردیم که پامپ کردن یا به تازگی رشد قابل توجهی داشتند. حالا جلوتر متوجه میشین چرا من دنبال همچین ارزایی میخوام بگردم. شما برای اینکه بتونید ارزایی که حالا رشد قابل توجهی داشتن یا پامپ کردن رو پیدا کنید، میتونید بیاین داخل قسمت گینرز. اینجا میتونید یه سری ارزایی میاری که مثلا پامپ کردن، ولی من اصلا همچین جای پیشنهاد نمی کنم. مثلا نیاین تو این قسمت گینرز. چرا؟ چون مثلا الان میبینی که نمودارش اصلا عجیب غریبه و از طرفی هم مثلا مارکت کپش هم که بیاری میبینی که توسط تیم خود سایت کوین مارکت کپش تایید نشده. حالا تنها جایی که من میتونم بهتون پیشنهاد کنم برای اینکه بتونی ارزا رو پیدا کنیم بخش ترندینگه. شما که اینجا کلیک بکنید میبینید که 4 تا بخش داره، یکی 1 ساعته، 6 ساعته، 24 ساعته و 1 هفته ای. شما میاید ترندای 1 هفته رو بررسی میکنید. چرا؟ به خاطر اینکه تو این ترندای 1 هفته بهتر میتونیم اون نهنگا رو پیدا کنیم. وقتی که شما اومدین رو لیست ترندای 1 هفته میاید از درصد رشد زیاد به کم اینا رو طبقه بندی میکنید. رو اینجا کلیک میکنید که ببینید تو 1 هفته کدوماشون بیشترین درصد رشد داشتن. حالا اینجا میاید بر اساس حالا مارکت کپ و والیومی که من تو ویدیوی قبلی بهتون گفتم اینا رو حالا انتخاب میکنید. الان حقیقتش بخوام بگم تایم ویدیو میره بالا، پس به نظر من برین اون ویدیو رو ببینید بعدش بیاین سراغ این ویدیو. حالا من اینجا رندوم میتونم یه ارز انتخاب کنم. حالا مثلا این بیو پروتکل انتخاب میکنم. میبینی که مثلا تو 7 روز گذشته یعنی ظرف 1 هفته 98% رشد خودشو داشته. حالا من بیو پروتکل انتخاب میکنم. همینطور که میبینی مارکت کپ 197 میلیون دلاره و از نظر والیومی و مارکت کپی ارز خوبی به حساب میاد. یعنی نه مارکت کپ زیاد پایینه نه بالا. بگذاریم شما وقتی این ارز رو پیدا کردی، حالا ما این بیو پروتکل رو انتخاب میکنیم. شما باید بیاین توی تریدینگ ویو و اسمش رو بنویسیم BIO USDT و چارت بایننسش رو انتخاب میکنید. خب اینجا همینطور که میبینید اینجا مثلا یه روند یا نزولی داشته و از اینجا پامپ به خودش رو شروع کرده و 143% پامپ کرده و رفته بالا و خب واقعا 143% رشد قابل توجهیه. حالا شما باید بیاید قسمت اینجا. خب این ناحیه رو میبینید، این ناحیه بذارت من مربع بکشم، این ناحیه قبل از پامپش بوده. پس ما باید تو این ناحیه رو بگردیم ببینیم تو این ناحیه، یعنی بین تاریخ، اگه اینجا رو دقت کنید من وقتی موسم میارم نوشته 2 آگست تا 6 آگست. باید ببینیم بین نواحی 6 آگست و 2 آگست خب کدوم نهنگی یا کدوم ولتی اومده این ارز خریده که بعدش این ارز 140% پامپ کرده و اون نهنگ سود خودش از این ارز کشیده بیرون. اوکی، پس ما باید تو این نواحی ها بگردیم. حالا برای اینکه بتونیم این نواحی بگردیم ببینیم مثلا این ولت نهنگ کجا بوده، چه ولتی تو اینجا خریدی انجام داده، باید بریم تو سایت آرخام. لینکش هم اینه. این سایت آرخام سایتیه که داخلش میتونید یه سری تراکنشایی که مربوط به حالا یه سری کوینا یا یه سری ولتا هستا داخلش ترک یا ردیابی بکنید. حالا اینجا مثلا اگه دقت کنید اینجا یه سری تراکنش هست و اینجور چیزا. ما میایم اسم این ارزه که BIO پروتکل بوده اسمشو مینویسیم BIO، ثبت میکنیم اینجا، سرچ میکنیم تا بیاد. خب اینجا ارزش اومد. ببینید این قسمت بالا رو ما کاری نداریم. میایم این
قسمت پایین. چرا؟ چون ببین اینجا نوشته توکنز و اینجا توکنش آورده، این بالا رو کار نداریم. اینجا رو بیو کلیک میکنید، ما میایم به صفحه آرخام این ارز و اینجا با این بخش کار نداریم، میایم سراغ این بخش سمت راستی که بخش ترانسفرز هست، یعنی تراکنش ها. اینجا همینطور که میبینید یه سری تراکنش آورده. حالا قبل اینکه بریم سراغ پیدا کردن تراکنش های بزرگ و نهنگی، میخوام بهتون اجزای مهم اون تراکنش رو بهتون بگم. مثلا این یه تراکنشیه که اینجا اتفاق افتاده و همینطور که میبینی اینجا دو بخش داره. خب یه بخش فرام داره، یه بخش تو داره. این یعنی چه؟ ببین اینجا تو بخش فرام مبدأ تراکنش حساب میشه. این فرام یعنی اون ستون فرام مبدأ تراکنشه و اون ستون تو مقصد تراکنش. این یعنی چه؟ یعنی که آقا از صرافی به فرض یونی سواب نمیدونم مقدار 1200 دلار این ارز فرستاده شده به این ولت. حالا ما اینجا دنبال کدوم تراکنش ها بگردیم؟ همینطور که میبینید اینجا تو این تراکنش ها یه سری تراکنش ها هست که مبدأ تراکنش صرافیه و مقصد تراکنش ولته و یه سریاش هم که مثل این تراکنش میبینید هم مبدأ هم مقصد جفتش صرافیه، یا مثلا این تراکنش مبدأش ولته و مقصدش صرافیه. اوکی، ما باید اینجا اولویتمون رو قرار بدیم رو تراکنش هایی که مبدأش، حواستون باشه دارم بهتون میگم، مبدأش صرافی باشه و مقصدش ولت. این یعنی چه؟ یعنی اینکه طرف اومده تو صرافی کوین رو خریده و برای هولد کردن فرستاده تو ولت. اوکی، پس مثلا ما باید دنبال یه همچین تراکنشی بگردیم که مثلا ستون فرامش صرافی باشه و این ستون تو یه ولت باشه. دقیقاً یه چیزی مثل همین. حالا ما اگه دقت کنی اومدیم تو سایت تریدینگ ویو و گفتیم از 2 آگست تا 6 آگست این جایی بوده که میتونستن نهنگا اینجا خرید کنن. پس ما باید این تایم تراکنش ها را بین تایم 2 آگست تا 6 آگست تنظیم. شما میاد اینجا کلیک میکنید، دقیقاً نه رو تایم ها، رو این گوشه این 3 تا خطه کلیک میکنید و استارت دیتا میزنید 2 آگست. خب میبینید حواستون باشه اینجا آگست 2025 باشه. 2 آگست و اند دیت هم میزنه 6 آگست و اپلای میکنید. اینجا لیست یه سری تراکنش رو برامون آورد که مثلا میبینی اینجا زده 6 روز پیش این تراکنش انجام شده. این لیست تراکنش همشون از بین تاریخ 2 آگست تا 6 آگست. حالا اینجا ما باید بیایم روی USD این گوشه کلیک کنیم. چرا؟ چون اگه روی USD کلیک کنین از بیشترین حجم تراکنش به کمترین طبقه بندی میکنه. اگه دقت کنین مثلا اینجا یکی 500,000 دلار مثلا یک هفته قبل وارد کرده، یکی نمیدونم 400,000 دلار و اینجوری نهنگا رو میتونیم پیدا کنیم. همینطور که میبینید اینجا یک هفته قبل از صرافی بایننس فرستاده شده به صرافی بایننس. یعنی چه؟ یعنی یه ولت یا مثلا یه اکانت تو صرافی بایننس بوده، از این اکانت فرستاده شده به یه اکانت دیگه داخل همین صرافی بایننس. ما اینا زیاد نمیبینیمش، ما میایم سراغ چیزایی که مثل این باشه. خب مثلا مثل این تراکنش میبینی که از صرافی کوین بیس فرستاده به این ولت. شما اگه موستون رو بیاری رو ولت نگه دارید، موجودی ولت رو میبینید. همینطور که میبینید موجودی این ولت 6 دلاره. پس این ولت نهنگی نیست. پس ما نباید دنبال همچین ولتی بگردیم. درسته 249,000 دلار انتقال داده این ارز از صرافی به ولت، ولی این ولت نهنگ نیست. شما باید بیاین این پیجای مختلف رو بگردین. مثلا این پیج 1 این رو که کلیک بکنید میرید پیج 2 و همینجوری مثلا اینجا یه ولت دیگه هست، موستون رو بیاروش میبینید 520 دلار. خب نهنگ نیست. ما باید اینجور ولت رو بگیریم. حالا من میگردم ببینم ولت درست پیدا میکنم یا نه. خب الان من یه کات زدم رو ویدیو چون گفتم ممکنه یکم زیاد بگردم. همینطور که میبینید اینجا پیج 6م. خب یعنی فکر نکنید تو پیج 1 من ولت پیدا کردم، اومدم مثلا تو پیج 6 و یه ولت اینجا پیدا کردم، یه تراکنشی اینجا پیدا کردم که مبدأش صرافی بایننس بوده و مقصدش یه ولت. و هر وقت که موسم بیارم رو موجودی این ولت رو ببینیم، میبینیم که موجودی ولت 1,400,000,000 دلاره. پس این نتیجه رو میگیریم که این ولت یه جور نهنگه. پس کلیک میکنیم روش. خب حالا ما اومدیم داخل ولت این نهنگی که اینجا هست، آدرس ولتش همینه. حالا من آدرس ولتش رو میذارم تو تلگرام. حتما تلگراممو جوین داشته باشین که آدرس ولتش رو کپی کنید و ازش استفاده بکنید. اینجا میبینید که موجودیش زده 1,411,000,000 دلار و خب واقعا موجودی گنده ایه. خب جدی میگم واقعا موجودی
موجودی گنده و بزرگه. ما اینجا اگه دقت کنین تو این بخش ترانسفرز میبینی که 4 ساعت پیش این نهنگ اومده از صرافی بایننسیه ارز یا خریده و فرستاده تو ولتش که هولد کنه و میبینیم چه ارزی بوده COW. خب یا مثلا 4 ساعت پیش ارز LA یا مثلا ویرچوال یا پپه یا اتریوم یا نمیدونم LDO پاور. شما بیان هر روز بشونین پشت دست این نهنگه خب و بیاید ببینید که مثلا این جدیدن چه ارزی یا خریده. شما برید اون ارز بررسی کنید و اگه مثلا ارز خوبی بود یا ارزی بود که پتانسیل خیلی بالایی داشت میتونید اون ارز رو خریداری کنید. یه موضوع خیلی 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 مهم میخوام بهتون بگم، حتما گوش کنید. خواهر من، برادر من، رفیق من، هر کسی که این ویدیو رو میبینه، اگه یه روزی شما رفتید ولت یه نهنگ یا پیدا کردید یا نمیدونم ولت این نهنگ رو پیدا کردید، خب اومدید تو این بخش ترانسفرش رو دیدید تراکنشش مثلا 4 ساعت پیش اومده نمیدونم یه ارزی یا خریده، تمنا میکنم چشماتون رو نبندید و با طناب این نهنگ بپرید تو چاه. خیلی دارم رک بهتون میگم. چرا؟ چون ببین من دارم بهتون میگم یکی از روش‌های پیدا کردن نمیگم تاییدیه گرفتن این ارز. ممکنه آقا این ارز مثلا اسکم باشه، میم کوین باشه یا مثلا یه ارز خوبی نباشه که این نهنگ داره میره میخره. بعد اینجوری تو هم اگه بخری این خودش میدونه ربات داره یا مثلا میدونه کجا بفروشه ولی تو نمیدونی. تو باید بری این ارزا تحقیق کنی، در رابطه باش تحلیل کنی، ببینی، بری پارت 1 ویدیوی منو ببینی من چجوری یه ارز تحقیق کردم، بری تیم پروژه رو چک کنی، بری چارتش رو چک کنی، بری نمیدونم وایت پیپرش و سایتش و بقیه جاهاشو چک کنی، بعد تصمیم بگیری که این ارزو به فرض بخری یا نخری. پس بنابراین میگم همینجوری بدون منطق پشت دست این نهنگم وارد شدن همیشه به سود آدم نیست. خب رفیق، مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی و همچنین برای خودت ارزش قائل بودی و تا اینجای ویدیو اومدی. ازت تشکر میکنم. اگه این ویدیو برات مفید بود و تونستی ولت یه نهنگ رو پیدا کنی حتما این ویدیو رو لایک کن. اگه سوالی در رابطه با این ویدیو داشتید حتما تو بخش کامنت ازم بپرسید، همتون رو جواب میدم و دوستتون دارم. تا پارت بعدی ویدیوی پیدا کردن ارز، بدرود.